سوالا رو از خودت بپرس دوستم. آیا وقتش نرسیده که به زندگیت یه نگاهی بکنی؟ آیا هنوز منتظر دست جادویی هستی؟ آیا برای زندگی خودت هدفهای عالی و مشخصی داری؟ آیا فکر میکنی که زندگیت خود به خود درست میشه؟ آیا هنوزم که هنوز منتظری؟ آیا منتظر فرصتی هستی تا اقدام کنی؟ آیا در زندگی هدفهای عالی داری؟ آیا از آرزوهای زندگی باخبر هستی؟ آیا اهداف مکتوب داری؟ آیا برای ساختن زندگی قدم بر می‌داری یا نه دوست من؟ آیا هنوزم که هنوزه داری بهانه تراشی می‌کنی؟ آیا وقتش نرسیده که به زندگی سر سامون بدی؟ دوست من، زندگی هرگز و هرگز آسون نمیشه. این تو هستی که قوی قدرتمند میشی. مطمئن باش تا برای زندگی قدمی بر نداری هرگز به خواسته ها نمیرسی. سعی کن برای زندگی قدمی برداری. این زندگی محبت خدایی بی‌نظیریه برای تو. این زندگی فقط و فقط به تو داده شده، چون تو لایق عالی ترین ها به بهترین ها هستی. راستی چند بار برای زندگی از صمیم قلب قاطعانه تلاش کردی؟ چند بار شکست خوردی و دوباره اقدام کردی؟ چند بار؟ اینا رو از خودت بپرس دوست من. همین امروز بلند شو، قدم‌های محکم تو بردار. این زندگی سهم توه، برای توه، با دستای تو ساخته میشه. همین امروز قدم بردار. دستان تو این زندگی رو میسازه. زندگی تو به هدفهای عالی گره بزن. همین امروز باشو و بساز زندگی رو. تو لایق بهترین ها هستی. تو شایسته عالی ترین ها هستی. دوست من، دست از گریه کردن دیگه بردار. دست از بهانه آوردن دیگه بردار. دست از مقصر دونستن اطرافیان دیگه بردار. زندگی با بهانه ساخته نمیشه. زندگی بهای عالی داره که باید پرداخت بشه. ارزشمند بشه. هر چیز با ارزشی دارای بهای، اگه میخوای تو هم اونو به دست بیاری باید بهاشو پرداخت کنی. همین امروز بهای عالی شدن رو پرداخت کن و فردا افسوس نکنی که چرا من بهای موفق شدن، قهرمان شدن و عالی شدن رو پرداخت نکردم و همش افسوس بکنی. دوست من، مطمئن باش اگه اقدام کنی 50% موفق میشی. یعنی نصف راه رفتی، یعنی نصف راه با موفقیت طی کردی. ولی اگه اقدام نکنی محکوم به شکست. دوست من، تو به این دنیا نیومدی تا نظاره‌گر موفقیت‌های دیگران باشی. اومدی تا عالی و بی‌نظیر باشی. اومدی قهرمان شکست ناپذیر این زندگی خودت باشی. این زندگی سهم توه. قاطعانه برای به دست آوردن اهداف تلاش کن. توی زندگی اگه هدف نداری باید هدفدار بشی. بدون هدف به جایی نمیرسی. همواره تلاش باید. دوست من، اگه تسلیم بشی محکوم به شکست. هرگز دیگه بهانه نیار. اگه اقدام کردی باید بری. چون انتخاب کردی که موفق بشی، قهرمان زندگی بشی، توش سربلند سرافراز بشی. این زندگی سهم توه. تو عالی و بی‌نظیر هستی دوست من. همین امروز اقدام کن. هدفهای عالی خودت انتخاب کن و در راستای هدفت قدم بردار. مطمئن باش اگه اقدام کردی در راستای اهدافت قطعاً موفق میشی و تو محکوم به پیروزی هستی اگه اقدام کنی، وگرنه محکوم به شکست. پس همین امروز برای زندگی خودت، برای عالی کردن زندگی خودت قدم بردار. مطمئنم که موفق میشی.